سلام، من اومدم با یه آموزش جذاب و دوست داشتنی جوجه های فینگلی. بریم که با هم دیگه ببافیم. یه دونه حلقه جادویی میزنیم. داخل حلقه جادویی 6 تا پایه میبافیم. 1 2 3 4 5 و اینم 6. یه دونه اینجا بست میزنیم. یه دونه زنجیره. رج بعدی کل پایه ها رو افزایش میدیم. یعنی 6 تا پایه رو می‌رسونیم به 12 تا پایه. یه افزایش، دو افزایش. خب رج بعدی بس زنجیری که زدیم دوباره یه پایه میبافیم، یه دونه افزایش انجام میدیم. این کار رو 6 بار تکرار میکنیم. یه پایه، یه افزایش. 4 بار دیگه هم تکرار میکنم. رج چهارم یک پایه میبافیم، یه دونه افزایش میدیم، دوباره یه دونه پایه میبافیم. یعنی شد یه پایه، یه افزایش، یه پایه. بعد یه پایه، یه افزایش، یه پایه. این کار رو 6 بار تکرار میکنیم. من دوبارش رو تکرار بافتم، 4 بار دیگه هم تکرار میکنم. رج 5 و 6 دو بار ساده بافی میکنیم. 24 تا پایه داریم. این 24 پایه رو دو بار ساده میبافیم. رج 7 24 تا پایه رو از حلقه جلویی میبافیم. یعنی ساده بافی از حلقه جلویی. 3 4 من میبینید اینا رو میبافم. رج 8 این زنجیره کوچیکی که زدیم این حساب نیست. 2 تا زنجیره دیگه هم میزنیم. 3 تا پایه بلند از حلقه جلویی میبافیم. یکی، 2 تا، اینم 3 تا. 3 پایه بلندم از حلقه پشتی. اون یکی پایه، یه پایه بلند، 2 تا پایه بلند، اینم 3 تا پایه بلند. الان اینو از جلویی، اون یکی از پشتی، حلقه پشتی تا آخر ادامه میدیم. خب اینجا یه بسته کوچولو میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم. اینو داخل کارمون مخفی میکنیم. این نخم که مخفی کردیم کوتاش میکنیم. خب بریم نخم وصل کنیم به اینجا، به رج 7 بقیه‌اش رو ببافیم. خب نخم از اینجا، گلاب از اینجا میندازم، نخمون رو بس میکنیم. یه دونه زنجیره میزنیم، و 24 تا پایه میبافیم. یه پایه، این دومی، سومی. نخمم با خودم میارم که سفت باشه. تا آخر ادامه میدم. 24 تا پایه رو که بافتم به اینجا یه دونه بست میزنم. دو رج همین 24 تا پایه رو میبافم، ساده بافی میکنم. رج 10 و 11 ساده بافی. تا آخر ادامه میدم. رج 12 8 تا پایه میبافیم. یه پایه، 2 3 4 5 6 7 اینم 8. 3 تا زنجیره میزنیم. دومی هم سوم. از زنجیره دومی یه دونه پایه کوتاه میزنیم. از سومی یه دونه پایه متوسط میزنیم. دوباره 8 تا پایه میبافیم. 2 تا، 3
8 تا پایه رو که بافتیم دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. از زنجیره دوم یه دونه پای کوتاه میزنیم. از زنجیره سوم یه دونه پای متوسط. 8 تا پایه برامون میمونه که اونم میبافیم. 2 تا 3 رنج 13 ساده بافی میکنیم، یعنی 24 تا پایه داریم، همین 24 تا پایه رو یه رنج ساده بافی میکنیم. من این 8 تا رو ببافم. میخوام دقیقا اینجا رو بگم باید چجوری ببافیم. اینو میکشیم بالا از اینجا، دقیقا از اینجا. بعد ادامه میدیم تا آخر. رنج 14 هم یه دور ساده بافی انجام میدیم، یه رنج. من ببافم و برگردم. رنج بعدی، رنج 15 9 تا پایه میبافیم. 2 3 4 پنجمی. 9 تایی که بافتیم رنگمون رو تغییر میدیم، البته قطع نمی کنیم. پایه پفکی میزنیم. 1 2 تا 3 تا 4 تا، اینم پنجمی. خب با رنگ زردمون در میاریم و پایه کوتاه میزنیم. 4 تا پایه میبافیم. 2 3 4 4 تا رو که بافتیم دوباره نخ نارنجی 1 2 تا 3 4 نه پنجمی. 9 تا پایه داریم که اونا رو هم میبافیم. 1 2 3 ادامه میدم. رنج بعدی همه پایه هامون رو کاهش میدیم. کل پایه هامون میرسه به 12 تا پایه. 1 2 تا 3 4 5 6 تا 7 ادامه میدم. قبل اینکه رنج بعدی رو ببافم اول با الیاف پر میکنم. رنج بعدی رنج 17 کل پایه هامون رو میرسونیم به 6 تا پایه، یعنی کل پایه هامون رو کاهش میدیم. نخمو یکم بلند کوتاش میکنم. داخل کارم رو قشنگ پر میکنم. با کمک سوزن میخوام جمع کنم. خب داخل کار مخفی میکنم. خب میخوام چشمشو بذارم. رنج 12 دقیقا وسط یه پایه این طرف میذارم، یه پایه این طرف، یعنی با فاصله 2 پایه. یکشو اینجا میذارم، یکشو اینجا میذارم. سایز چشماشم 5 میلی چسبوندم. کشم یک کوک ساده به فاصله 1 پایه. من کوتاش کردم، داخل کار مخفی میکنم. یه ذره همینجا هاشون سایه میزنم بعد تمام بشه.
یه دونه حلقه جادویی میزنیم، 6 تا پایه میبافیم. 2 3 4 5 و نه 6. نه با یکم بلند بافت کنیم. خب 2 تا از این میبافیم. من یکی از گوشاش رو دوختم، یکشم رج 2 و 3 همینجور میدوزم. به گوشاش چشم 4 میل میچسبونم. بریم سبزه فرنگی رو ببافیم. یه دونه حلقه جادویی میزنیم، 5 تا پایه کوتاه، 2 تا 3 تا 4 اینم 5. یه دونه بست میزنیم، بست که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا 3 تا از زنجیره دوم یه دونه پایه کوتاه میزنیم، زنجیره سوم یه دونه پایه متوسط، یه دونه پایه میزنیم، دوباره یه دونه، 2 تا 3 تا 3 تا زنجیره از زنجیره دوم یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه متوسط. این کارو تا آخر تکرار میکنیم. اینجا پایه کوتاه که گفتم اشتباهی گفتم، یه دونه بست میزنید، بعد 3 زنجیره، یه دونه پایه کوتاه، پایه متوسط، یه دونه بست، تا آخر تکرار میکنیم. من نخ کوتاه کردم، داخل بافت پنهون کردم. اینو میخوام با چسب حرارتی به اینجا بچسبونم. یه ذره اینجا چسب حرارتی میزنم. دور تا دور اینا رو 3 تاشم میچسبونم. یکم نخ جینز دولا برمیداریم، چند تا کورک میزنیم. نخ کوتاه کردم، داخل کار مخفی میکنم.